باور این که زمین تخته خیلی سخته نه؟ یکی بود یکی نبود. زیر این گنبد کبود غیر از خدا هیچ کس نبود. ما توی منظومه روح داریم زندگی میکنیم، نه منظومه شمسی. در انتهای این ویدیو ممکنه از اینکه کل زندگیتون بر پایه یه دروغ بوده گریتون بگیره. ممکنم هست قبل از تموم شدنش ویدیو رو متوقف کنین و هر چی از دهنتون در میاد بارم کنین. البته که پیشنهاد من در هر دو حالت اینه که تا انتها به همه حرفامو گوش بدین، بعد در مورد اینکه باورم کنین یا فوشم بدین تصمیم بگیرین. زمین کروی نیست و مسیح اینجاست تا از این دروغ چند صد ساله پرده برداره. هر چیزی تو دنیا ارتعاش داره، حتی ابزار غیر زنده. آب ارتعاش پذیرترین ماده در جهانه و بدن انسان دارای 70% و بیشتر آبه. آب در تمام ارگان‌هامون از جمله مغز جریان داره. آزمایش ارتعاشی که حاصل از جملات خوب و بده روی آب انجام شده و در نتیجه این تست مشخص شده که بسته به انرژی که به آب داده میشه، مولکول‌هاش به شکل عجیبی زیبا یا وحشت‌آور میشن. مثلا اگه به ذرات آب داخل یه لیوان هر روز جمله‌های زیبایی مثل تو قشنگی، تو لیاقت همه چی رو داری، تو قدرتمندی، من واقعا دوست دارم و بهت بها میدم و امثالش رو بگین، مولکول‌های همون آب منظم و قابل ستایش میشن. در عوض ذرات آبی که هر روز مورد تحقیر و توهین قرار گرفتن، نامنظم و به هم ریخته خواهند شد. پس تا اینجا فهمیدیم که ذهن انسان هم میتونه بسته به ارتعاشی که از محیط اطراف میگیره تغییر کنه. این موضوع رو یادتون نگه دارین، چون جلوتر که رفتیم درک موضوعات رو براتون راحت تر میکنه. یه سریا میگن اگه زمین صافه چرا آب اقیانوس‌ها سرریز نمیشه؟ جوابش اینه که شما اصلا با نقشه زمین تخت آشنایی ندارین. در زمین تخت قطب شمال در مرکز زمین قرار داره و قطب جنوبی که زمین کروی ها میگن یا به اصطلاح جنوبگان دور تا دور زمین گسترده شده. زمین تخت دارای یک گنبد کبوده که ماه و خورشید زیر این گنبد و داخل جو زمین قرار دارن. ستاره ها ارتعاشاتی هستند که از مکانهای خاص با انرژی بسیار بالا روی این گنبد طی سالیان سال ظاهر شدند. هیچ فضا و کهکشانی وجود نداره. در فلسفه زمین تخت هیچ دلیلی مبنی بر این که زندگی ما توی میلیاردها کهکشان اسیر و محبوس شده نیست. جنس ماه و خورشید ما از سنگ و یا مذاب نیست. اونها پلاسماهای سرد و گرم هستند که گردششون به دور زمین طبق انرژی مغناطیسی از مرکز زمین یا همون قطب شمال مشخص میشه. قبلتر گفتم که آب ارتعاش پذیرترین ماده روی زمین و حتی بعد از زمینه. دلیل اینم که میگم ستاره ها ارتعاشات روی گنبد هستن اینه که چون بالای گنبد زمین پر از آبه، این ارتعاشات برای چشم بشر قابل دیدن هستن. خورشید و ماه با گردش توی مدار بی‌نهایتی که باعث دور یا نزدیک شدنشون به قطب شمال میشه، فصلها و شب و روز رو به وجود میارن. خورشید با دور و نزدیک شدن به منطقه زمانی شما حس طلوع و غروب رو بهتون میده، در حالی که اون فقط در خط افق ظاهر و یا محو میشه. شکل نیم دایره رنگین کمان بعد از بارون هم طی شکستن نور خورشید توسط قطره‌های آب موجود روی گنبد به وجود میاد. هیچ احدی در دنیای ما حق ورود به جنوبگان و حتی نزدیک شدن به قطب شمال رو نداره. خب چرا؟ به خاطر انرژی فوق بالای مغناطیسی که ستاره پولاریس با گرفتن ارتعاش از قطب شمال داره و به خاطر بی‌نهایت دروازه پورتالی که توی جنوبگان قرار گرفته. کسانی که زمین رو اداره میکنن دروغ بزرگی به اسم ناسا به وجود آوردن تا اعتماد شما به خودشون رو بسنجن، تا از میزان آیکیویی بشر مطلع بشن و برنامه‌های آیندهشون رو طبق ظرفیت بشر پیش ببرن. انسان برای بقا به آب و غذا احتیاج داره و اداره کنندگان زمین برای بقا احتیاج به انرژی دارن. خیلی معتقد هستن که نسل این حاکم‌ها از سرزمین آنوناکی هاست و اونها خزندگان انسان نما هستن. اما این موضوع برای خود من هنوز ثابت نشده. شاید یه سریا بگن مگه ما بقیه حرفات ثابت شده که میگی این یکی ثابت نشده. انسان قدرتمندتر از اونیه که دیگری بخواد فریبش بده.
پس اگه احساس میکنین من دارم فریبتون میدم، همین الان ویدیو رو قطعش کنین. اگه شب از ماه و اگه روز از خورشید در یک مکان نسبتاً بلندی فیلم بگیرین. اگه تونستین با دوربین پیشرفته این کار رو انجام بدین که چه بهتر. بعد افکت نگاتیو رو روش اعمال کنین. شما شاهد ابرهایی میشین که از داخل و یا پشت خورشید و ماه عبور میکنن که اگه این دوتا توی فضای تاریک با کیلومترها فاصله از زمین قرار داشتن، بعید بود که ابرها بتونن از پشت و یا داخلشون رد بشن. تصاویری که در ارتفاعات مثل کوههای بلند گرفته میشن، همشون با لنز چشم ماهی ثبت شدن. تصاویری که کاملا درست و دقیقاً هرگز نتونستن از منبع موثقی منتشر بشن، چرا که حتی رسانه‌ها کاملا تحت کنترل هستن. هیچ ماهواره‌ای در فضا وجود نداره. اونها از طریق خطوط زیرزمینی اینترنت رو ایجاد و راهی برای تبادل اطلاعات پیدا کردن. اگه خلاف این قضیه بود، پس چرا فیبرهای نوری رو داخل زمین جا می‌کردن؟ گذشتگان ما علاوه بر اشکال مختلف ماده از جمله جامد، مایع، گاز و پلاسما، از وجود ماده پنجمی به اسم اتر هم آگاه بودند. ماده‌ای که تاثیر بسزایی در طول عمر و سلامتیشون داشت. که با پیشرفت دروغ‌های سیستم، انسان‌ها آگاهی خودشون رو نسبت به این ماده که جنس گنبد رو هم پوشش داده از دست دادن و در نتیجه اتر دیگه تأثیری روی بشر نداشت. تفکر این که انسان موجودی تک و تنها میون میلیاردها کهکشانه و اگه روزی توی همون فضای خلا گیر بیفته میتونه تنهایی ابدی رو تجربه کنه، دلیلیه که میتونه امید رو از انسان بگیره، طوری که قادر به استفاده رایگان از انرژی هایی که زمین در اختیارش قرار داده، مثل انرژی ماه، خورشید، اتر، آب و حتی ستاره ها نباشه. خورشید پلاسمای گرم و قطب مثبت زندگیمون با حرکت توی مدار خودش روی اتر گنبد هر منطقه‌ای که بهش نزدیک میشه تاثیر میذاره و به رنگ آبی درش میاره و با دور شدن ازش دوباره اتر به رنگ اصلی خودش یعنی مشکی برمیگرده که به اصطلاح میشه آسمان شب. و اما سوالی که اینجا پیش میاد اینه: پس این همه عکس و فیلمی که از فضا و کهکشان داریم چی میشه؟ این همه آدم که توی ناسا کار میکنن و فضا نوردن چی؟ به گفته خودشون هیچ کس تا به حال سیاه‌چاله رو به خاطر ماهیتی که داره و اونم این که حتی نور رو میبلعه ندیده. درسته، هر چیزی که نور بهش نخوره چشم بشر قادر به دیدنش نیست. پس این ویدیوهای فوق‌العاده طبیعی چی میگن؟ اینجاست که شما باید به قدرت نرم افزاری به اسم ادوبی افتر افکتس ایمان بیارین. درسته، اینها همش ویدیوی ساخت دست بشره تا وجودشون رو به نوعی اثبات کنه. پس از کجا معلوم تمام فیلم هایی که از فضا داریم ساخته دست بشر نباشه؟ از اونجایی که میگن توی فضا جاذبه‌ای وجود نداره، مشخصاً همه چی باید معلق و غیر ساکن باشه. پس این عکس 7 سین از یاسمین مقبلی توی فضا چی میگه؟ ناسای دلغک با بکارگیری یه سری حقه ها هر سال میاد یه سری عکس و ویدیو منتشر میکنه تا میزان هوش انسان‌ها رو بسنجه. و شمایی که به عکس‌ها و فیلم‌هایی مثل این باور دارین و حتی افتخار میکنین، میتونین باعث این بشین که ناسا به ریشتون بخنده. دلایل خیلی زیادی برای اثبات این موضوع بهتون دارم که اگه فرصت نشد توی یه ویدیو بیانشون کنم، ادامهش رو تو ویدیوهای دیگه براتون بازگو میکنم. هر کسی تو زندگیش موظفه یک بار به گفته‌های حکومتدارها شک کنه، به این دلیل که اگه به دروغ‌هاشون پی ببره، از حقیقت اینکه نیازی به اداره شدن توسط دولتی رو نداره آگاه میشه. تو قدرتمندی، تو خود خدایی که هنوز نتونستی به وجود خودت برگردی. پس یه پژوهشگر باش، سوال بپرس و در درون روح خودت به جواب و خدا برس. به امید روزی که سیاهی از جهانمون محو بشه.